اسم رهبر ایشون بگذارم بزرگتر از نمیتونم بگم که شخص اول است برای اینکه دومی در کار نیست. ایشان را نمیتوانیم ما با هیچ تعبیر کنیم الا همین که مهدی موعود است، اونیست که خدا ذخیره کرده است برای بشر. میهمان عزیزی که امروز قدم رنجه کردند و خدمتشون هستیم جناب استاد محقق و فاضل حجت الاسلام و المسلمین حائری قزوینی هستند. جناب حائری قزوینی سالهای سال در کربلا و در عراق زندگی کردن، در کربلا متولد شدن و در 10 سالگی در کسوت و لباس طلبگی وارد شدن و در زمره اهل علم مدارج و مراحل عالی علمی رو گذراندند و با هجرت به ایران به اتفاق خانواده مراتب عالی خارج فقه رو در حوزه علمی قم در محضر اساتید صاحب نام طی کردند که امروز شایسته است خداوند رو شاکر باشیم به وجود ایشان و سایر عزیزان از جمع علما و فرهیختگان خداوند این نعمت رو از ما دریغ نکرده و امیدوارم هیچگاه از شیعه خانه اهل بیت دریغ نکند. ترجمه مکیال المکارم در فواید دعا برای حضرت صاحب الزمان علیه السلام و تکلیف منتظران اثر شاخص جناب حائری قزوینی است. ذکر میکنن که روزی به زیارت مسجد مقدس جمکران رفته بودند و در اونجا گویا که به جان ایشان و به دلشان افتاد که ای کاش مکیال المکارم به زبان فارسی ترجمه شود و در اختیار مردم قرار بگیرد. همون زیارت و همون نیت موجب شد تا ظرف مدت 2 سال این اثر گرانسنگ وزین مهدوی ترجمه بشه و توسط مسجد مقدس جمکران در اختیار همه مردم قرار بگیره که از امهات کتب مهدوی است. و بعد از اون سیمای حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف در قرآن است و شاید پیش آمده برای شما و برخی از عزیزان جوان که آیا درباره حضرت صاحب علیه السلام در قرآن آیاتی آمده است یا نه. بنده سکوت میکنم و مستمع خواهیم بود و با مطالعه این کتاب در خواهیم یافت که چه حجمی از آیات مبین قرآن کریم اختصاص یافته به این موضوع ویژه که توسط ائمه معصومین علیهم السلام تفسیر شده، تأویل شده و به صراحت در این باره گفتگو به عمل آمده. وعده داده اند جناب حائری قزوینی که منشور سعادت و شرح زیارت آل یاسین رو، منشور سعادت در شرح دعای امام زمان علیه السلام هست و شرح زیارت آل یاسین رو تقدیم بکنن به همه منتظران. این 2 اثر مدتی چاپش به تأخیر افتاده که امید داریم به برکت ایام مبارک ماه رمضان به زودی همه ما شاهد انتشار این 2 اثر باشیم. کلام آخر این که از همه شما عزیزان درخواست میکنم خودتون به سهم خودتون مبلغ این آثار، این منشورات باشید و معرف این نشست ها برای جمعی از جوانان، دختران، پسران و خانواده هایی که حیف است از این محفل استفاده نکنند. با صلواتی بر محمد و آل محمد به استقبال سخنرانی جناب آقای حائری قزوینی میریم. الحمد لله رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام على خیر خلقه و اشرف بریته
جامع شمل الدين حبيب إله العالمين وشفيع المذنبين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد عجل فرجه وعلى آله وعترته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، سيما مولانا بقية الله في الأراضين الحجة ابن الحسن صاحب العصر والزمان، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. با عرض سلام خدمت همه شما سروران و برادران بزرگوار و خواهران محترمه که در این جمع شرکت فرمودید، البته با حسن نظر و لطف جناب آقای دکتر شفیعی سروستانی. بنده کمترین خادمی هستم انشاءالله اگر خود حضرت قبول بفرمایند در جهت خدمتگزاری به ساحت مقدس مولا صاحب الزمان ارواحنا له الفدا، و لطف و بزرگواری ایشون البته بوده است که اون مطالب رو فرمودن. به حمدالله خداوند توفیق عنایت فرموده که چند اثر پیرامون وجود مقدس اون حضرت تقدیم کنم که بعضیش رو فرمودند و میثاق منتظران که شرح زیارت آل یاسین هست، دفتر اولش 2 سال هست تقریبا که منتشر شده و دفتر دوم هم زیر چاپ هست، انشاءالله که به همین زودی منتشر خواهد شد. و یک اثر دیگر هم اخیراً با همین عنوان، یعنی ارتباط با عنوان موعود در قرآن، جزوه‌ای هست که منتشر شده با نام هنگامی ظهور و شباهت‌های آن به قیامت. و عرض شود که این اثر شامل 14 عنوان از آیات قرآن کریم هست که لزوماً اینطور نیست که همش یک آیه باشد، بعضی مربوط به یک آیه است، بعضی بیش از یک آیه، یعنی سلسله ای از آیات که پیرامون وجود مقدس حضرت بقیت الله ارواحنا له الفدا و ظهور اون حضرت اینها تفسیر و تعویل شده، اینها رو بنده در این جزوه جمع آوری کردم به میمنت این عدد مبارک 14 معصوم علیهم السلام، وگرنه مطلب بیش از این هست در آیات کریمه قرآن. برای اینکه از پراکندگویی پرهیز داشته باشم اشاره می کنم که آیات کریمه قرآن که درباره وجود مقدس آقا امام زمان عجل الله فرجه الشریف هست از زاویه‌های مختلف شایان دقت هست و علمای بزرگوار هم اینها غالباً از دیدگاه‌های مختلف این موضوع را پیگیری کردند. بعضی مانند مرحوم سید هاشم بهرانی، اون محدث بزرگواری که از معاصرین علامه مجلسی هست و از محدثان طراز اول شیعه است، آثار بسیار ارزشمندی دارد و همه‌اش هم از احادیث و روایات اهل بیت علیهم السلام گرفته شده است. کتاب المحجه رو تألیف فرموده، این سبک و سیاق را در این کتاب ایشان به کار برده که از سوره مبارکه بقره شروع کرده تا آخر قرآن به ترتیب سوره های قرآن کریم احادیث و روایاتی که پیرامون آیات شریفه وارد شده است اینها رو جمع آوری و دسته‌بندی نموده و خداوند این سعادت رو روزی من کرد که این کتاب رو به فارسی ترجمه کنم به نام سیمای حضرت مهدی در قرآن. اما از زاویه های دیگر هم می شود
وارد بحث شد راجع به عنوان موعود در قرآن و التفات به آیاتی که راجع به حضرت بقیت الله ارواحنا له الفدا هست در قرآن کریم، که البته آیاتی که مرحوم سید هاشم بهرانی در این کتاب آوردن 120 آیه است. در استدراک عربی هم 12 آیه افزوده شده است. بنده هم که ترجمه کردم بعضی از آیات رو افزودم که جمعاً حدود 140 یا 140 و چند آیه از آیات قرآن کریم اینها در این مجموعه آورده شده. اما بعضی دیگر از محققین معاصر مانند آقای کورانی که کتاب معجم احادیث الامام المهدی عجل الله فرجه الشریف زیر نظر ایشون جمع آوری و تدوین شده، ایشون بیش از 260 آیه از آیات قرآن کریم رو در اونجا فهرست کردن. حالا اینها امهات آیات، عمده مباحث آیات قرآن در همین کتاب المحجه هست که ترجمه شده، ولی اون موارد دیگر هم البته در آیات قرآن کریم اینها هست و میتوان از اون احادیث و روایاتی که در ذیل این آیات شریفه وارد شده موضوع را به دست آورد. از زوایای مختلف عرض کردم میشود موضوع رو جستجو کرد. یکیش همین پیگیری آیات هست به ترتیب سوره ها، اما یک روش دیگر هم موضوع بندی آیات هست که در این رابطه عرض کردم هنگامی ظهور و شباهت های اون به قیامت قسمتی از آیات کریمه قرآن بیان می کند که ظهور وجود مقدس امام زمان ارواحنا له الفدا همون قیامت هست، اونتا قیامت صغراست، قیامت کوچک هست در مقابل قیامت بزرگ. و این قیامت هر اثری که دارد اون قیامت بزرگ در این قیامت کوچک هم همه اینها هست. لذا در این قیامت کوچک، قیامت صغرا که در بعضی از ادعیه هم این مطلب اشاره شده، تمام این ویژگی ها موجود هست. یعنی همون طوری که قیامت آمدنش نامعلوم هست. یسألونک عن الساعه ایان مرساها قل انما علمها عند ربی لا یجلیها لوقتها الا هو. از تو میپرسند از ساعت قیامت، بگو این ساعت را هیچ کس جز خداوند متعال نمیداند. ایان مرساها قل انما علمها عند ربی، بگو فقط علم آن نزد پروردگار است. انما ادات حصر، فقط و فقط علم قیامت نزد خداوند است. حتی پیغمبران نمیدانند، حتی ملائکه مقرب نمیدانند که کی خواهد شد قیامت. انما علمها عند ربی لا یجلیها لوقتها الا هو. درست همین قضیه درباره ظهور وجود مقدس آقا امام زمان صادق هست و روایات متعددی هست در ذیل این آیات که فرمودن مثله کمثل الساعه لا تأتیکم الا بغته لا یأتیکم الا بغته. مثل اون حضرت مثل ساعت قیامت هست. ظهور اون حضرت مانند ساعت قیامت هست که ناگهانی خواهد بود، کسی از آن خبر ندارد، کسی از تاریخ آن، از وقت آن مطلع نمی باشد. لذا روایات بسیاری هست از ائمه معصومین علیهم السلام که فرمودن کذب الوقاتون، دروغ گفتن اون کسانی که وقت تعیین میکنن، وقت گذاران دروغ گفتن. پس نمی شود وقتی از برای ظهور امام زمان تعیین کرد، همونطوری که وقت قیامت نامعلوم است. باز شباهت دیگر به ساعت قیامت این است که ناگهانی خواهد بود. یعنی پیش درآمدهای قیامت اینطور نیست که خیلی فاصله داشته باشد با قیامت،
اشراط ساعت. ظهور امام زمان هم همینطور است، ناگهانی خواهد بود. لذا تشبیه فرمودن در روایات به ظهور حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام، همونطوری که خداوند متعال امر فرج و قیام حضرت موسی را یک شبه اصلاح فرمود، رفت از برای آوردن آتش، ناگهان مبعوث شد به رسالت، یا موسی انی انا ربک فاخلع علیک انک بالواد المقدس طوا. راجع به امام زمان هم همینطور است، لا یأتیکم الا بغته، ناگهانی خواهد آمد. اینطور نیست که کسی خیال کند که حالا زود است، کی خواهد بود تا آقا ظهور کند؟ نه، چون اون علائم حتمی ظهور اینها خیلی نزدیک به ظهور هست و کلاً در حدود 1 سال اتفاق خواهد افتاد. بنابراین ظهور امام زمان شباهت دارد به قیامت از جهت ناگهانی بودن، از جهت نزدیک بودن، و اینها همه در آیات کریم قرآن هست. البته چون بحث ما موعود در قرآن، در آیات قرآن فرموده است که قیامت نزدیک است. اقتربت الساعه، اقتربت الساعه در روایات هست که ظهور امام زمان هم نزدیک است. لذا حضرت صادق علیه السلام فرمودند توقع امر صاحبک صباحا و مساء، هر صبح و شام چشم به راه آمدن مولایت باش. هر صبح و شام مرتب چشم به راه ظهور امام زمان باید باشیم، زیرا که نزدیک است. در آخر دعای عهد این قسمت و فراز از آیه کریمه قرآن تضمین شده است، انهم یرونه بعیدا و نراه قریبا، یعنی کافران امر قیامت را و وعده الهی را دور میپندارند و حال اون که ما آن را نزدیک میبینیم، و نراه قریبا. بنابراین امر ظهور نزدیک است، همونطوری که امر قیامت نزدیک است، همونطوری که آمدن قیامت وعده الهی هست. و ان الله لا یخلف المیعاد، خداوند متعال وعده را خلف نمی کند، برخلاف وعده رفتار ندارد. قیامت وعده الهی هست، ظهور امام زمان هم وعده بزرگ الهی است که در همه سندهای رسمی خداوند متعال این امر را تأکید فرموده است و ثبت فرموده است. در قرآن خداوند متعال می‌فرماید ولقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون، یعنی ما در زبور نوشتیم پس از اون که در ذکر یادآور شدیم. و حالا در تفاسیر اختلاف هست که مقصود از ذکر و مقصود از زبور چیست. به طور کلی غالب مفسرین اشاره دارند و روایات هم بر این مطلب دلالت می کند که مقصود یاد شدن قضیه امام زمان در همه کتاب‌های آسمانی است، در تمام کتب آسمانی، که ذکر را در یک روایتی هست که الکتب کلها ذکر، تمام کتاب‌ها ذکر است. یا این که زبور را بعضی از روایات اشاره دارد که زبور، چون زبور زبره در زبان عربی به معنی نوشتن هست و کل شیء فعلوه فی الزبور در قرآن هست. قرآن کریم میفرماید هر کاری مردم انجام دادن در زبور، در صحیفه ها ضبط هست. زبور جمع زبور هست. پس خداوند متعال در همه کتاب های آسمانی مسئله ظهور امام زمان رو ثبت فرموده است و تأکید هم کرده است، چون کتبنا دارد ولقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون. حالا یک آیه رو من برای تیمم و تبرک اشاره کنم که در اون وعده الهی به طور صریح یاد شده است. پیش از اون یک نکته که احیانا ممکن است به ذهن افراد برسد و این مطلب مطرح هم شده است، البته از قدیم حتی به ائمه معصومین علیهم السلام این سوال رو
عرض کردند و ائمه جوابهایی فرمودند برای این سوال، و اون این که آیا نام مقدس امام زمان به صراحت در قرآن هست؟ جواب این است که خیر. سوال می شود که چرا خداوند متعال اسم امام زمان رو در قرآن نیاورده؟ همونطوری که سوال می شود چرا اسم امیرالمؤمنین سلام الله علیه در قرآن نیست، اسم ائمه علیهم السلام در قرآن نیست. جوابهای مختلفی در این باب هست و بعضی از این جوابها از مصدر وحی صادر شده است و معجزه آمیز است. یک جواب این است که خداوند متعال با بیان اوصاف این مطلب را در قرآن کریم یادآور شده است که مهمتر هست ذکر وصف از ذکر اسم، برای اینکه ممکن بود افرادی در اسم بازی کنند، همونطوری که در طول تاریخ ما میبینیم یه افرادی پیدا شدن گفتن ما مهدی هستیم. اینطور نیست. مهدویت دروغین تاریخ قدیم دارد، بگن ما مهدی هستیم. ممکن بود یه افرادی پیدا بشن بگن ما علی هستیم، علی ابن ابی طالب ما. مقصود قرآن ما هستیم. پس خداوند متعال که در قرآن اسم نبرده در حقیقت جلوگیری کرده است از فتنه بزرگ، از تحریف و از بازیگری هایی که بازیگران در طول تاریخ داشتند و دارند. الان در زمان ما یه افرادی پیدا شدن میگن ما حسنی هستیم، بر اثر بعضی از دروغ پردازی ها افراد رو گمراه میکنن، اغوا میکنن. ما مهدی هستیم، ما حسنی هستیم، ما یمانی هستیم، ما چه هستیم؟ پس برای این که معلوم بشود اگر کسی ادعا کرد اون سند و مدرک او رو تکذیب میکند و بهترین سند و مدرک قرآن کریم است. قرآن اوصافی رو بیان فرموده است که هیچ کس جز معصوم نمیتواند اون ادعا را داشته باشد. یعنی اون چنان مطلب رو حجت و تمام فرموده است که اگر کسی دارای بینش باشد نمیتواند جز این بگوید. و اون کسانی که مطالب دیگر گفتن در ذیل آیات ولایت خیلی دست و پا زدن. ابن تیمیه و ابن حزم و امثال اینها خودشون را رسوا کردن با اون موقعیت علمیشون. اینها خودشون را فریب دادند و امت خودشون رو فریب دادند به اینکه راجع به آیات ولایت مطالبی گفتند که انسان تعجب میکند که یک شخصیتی که ادعا میکند من دارای چنین علم و دانشی هستم و دیگران هم معترف هستند به علمیت اونها کم و بیش، یا مثل فخر رازی مثلا که امام المشککین بهش لقب دادند، اون وقت یه مطالب بسیار پیش پا افتاده و خنده آوری راجع به آیات ولایت بگوید که هر کسی مراجعه کند و مطالعه کند میفهمد که دست و پا زدنهای بسیار زشت و فریبکارانه ای هست اینها. در قضیه وجود مقدس امام زمان هم همینطور. آیات قرآن کریم اون چنان اوصافی رو بیان فرموده است که هیچ کس نمیتواند غیر معصوم این ادعا رو داشته باشد. یکی از آیاتی که عنوان وعده به صراحت در اونها آمده است. البته یک وجه دیگر هم این است که ممکن بود افراد با شنیدن نام مقدس امیرالمؤمنین سلام الله علیه اینها کلاً از اسلام فاصله بگیرند و جبهه‌گیری شدید داشته باشند، یا اینکه امیرالمؤمنین سلام الله علیه رو حتی ترور کنند و به شهادت برسانند پیش از اوان خلافت اون حضرت و دوران امامت اون حضرت. وعده الهی در قرآن در سوره مبارکه نور خداوند می‌فرماید بسم الله الرحمن الرحیم وعد الله الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنهم فی الارض کما استخلف الذین من قبلهم ولیمکنن لهم دینهم الذی ارتضی لهم ولیبدلنهم من بعد خوفهم امنا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا. خداوند وعده فرموده است
کسانی از شما را که ایمان آوردند. خب خطاب به مسلمان هاست. اما الذین آمنوا منکم، این منکم یعنی بعضی از شما، قسمتی از شما. خب پس معلوم شد که همه نیستن اون کسانی که خداوند به اونها وعده فرموده است. الذین آمنوا منکم، خود الذین آمنوا به اطلاقش دلالت می کند که کسانی باید باشند که ایمانشون از هر جهت کامل باشد، و الا قرآن الذین آمنوا رو بهش تبصره میزد، تبصره نخورده است. بنابراین کسی خواهد بود و کسانی خواهند بود که اینا ایمانشون 100% هست، هیچ شائبه‌ای در ایمان اونها وجود ندارد. بعد و عمل الصالحات، عمل الصالحات نیز همینطور، چون که یعنی کسانی که اینها تمام کارهای شایسته رو انجام بدهند. بنابراین اینجا مرز رو خداوند متعال بیان فرموده و ترسیم کرده است که غیر معصوم نمیتواند باشد. اون که ایمانش 100% است معصوم است. اون کسی که در مقام عمل رفتارش کامل هست و عمل و صالحات به طور کامل بر او منطبق هست معصوم هست. بنابراین آیه جز درباره وجود آقا امام زمان عجل الله فرجه الشریف صادق نیست. این عنوان اول، عنوان وعده الهی. بعد میایم وعده های خداوندی، الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات لیستخلفنهم فی الارض کما استخلف الذین من قبلهم. وعده فرموده است اونها را در زمین خلافت بخشد. خدا خلافت بخشد. خلافت الهی با عنوان کما استخلف الذین من قبلهم اشاره دارد به سنخ خلافتی که خداوند متعال بر اون صحه نهاده است، یعنی خلافتی که خداوند متعال اون را قرار داده است، جایگزینی و جانشینی زمین از سوی خداوند متعال. این همون بیانی است که در آیات دیگر با عنوان وارث و وارثین یاد شده است. ولقد کتبنا فی الزبور، در آیه دیگر که خوندم، من بعد ذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون. اونجا یرثها میفرماید، اینجا میفرماید لیستخلفنهم فی الارض، اونها رو در زمین خلافت بخشد، همون طوری که پیشینیان اونها را در زمین خلافت بخشید، اونها را در زمین پایدار ساخت. بعد میفرماید وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ. تمکین از ماده مکان هست. مکان یعنی جای، جایگاه، محل. تمکین یعنی در جای مستقر نمودن چیزی، اینه میگن تمکین. بعد هم مجازاً گاهی از اوقات عنوان تمکین گفته میشود نسبت به هر کسی که در مورد دیگری مثلا تسلیم باشد و مطیع و فرمانبردار او باشد. لذا مثلا نسبت به خانم ها هست در خصوص مردها و همسرانشون که تمکین و عدم تمکین از همین باب هست، یعنی اون خانم هایی که اینها در مقابل حقوق مردانشون کاملا تسلیم هستند و اون را انجام میدهند، این گفته میشه تمکین. تمکین دین در زمین، وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، یعنی دینی که برای آنان پسندیده است در زمین آن را ثابت میگرداند. تمکین در اینجا به معنای استقرار دادن و ثابت نمودن و استوار نمودن دین مقدس هست. و مقصود از دینهم یعنی دین مقدس اسلام که در جاهای دیگر هم اشاره به همین مطلب هست. لذا آیات قرآن رو که به هم منظم کنیم معلوم می شود که یعنی دین مقدس اسلام. و رضیت لکم الاسلام دینا، پس دینهم الذی ارتضی لهم همون اسلام هست که خداوند دین اسلام را
رضا داده است که برای مردم بوده باشد. بعد ولیبدلنهم من بعد خوفهم امنا. باز همه این موارد دلالت می کند بر عموم، بر شمول. یعنی خداوند متعال می فرماید ما این افراد را، یعنی کسانی که ایمان آورده و عمل صالح به جای آوردن، اینها را در زمین خلافت می بخشیم و دینی را که خداوند برای آنان پسندیده است اون را برای اونها متمکن می سازیم، یعنی در زمین ثابت و پایدار، یعنی در همه زمین مقصود است. ولا یمکنن لهم به واو عطف، یعنی در سراسر زمین این دین مقدس استقرار خواهد یافت. بعد ولا یبدلنهم من بعد خوفهم امنا، آنان را به جای خوف و ترسی که دارند ایمنی خواهد بخشید. باز در اینجا عام هست. چه وقت خواهد بود؟ در گذشته چه وقت بود است که مردم زمین همشون هیچ ترس و واهمه ای از بیدینان نداشته باشند؟ دینداران چه وقت بوده است که اینها ترس و خوفی نداشته باشند از افراد دیگر، از مشرکین، از منافقین؟ هرگز نبوده. بنابراین این آیه کریمه جز بر وجود مقدس امام زمان و ظهور امام زمان منطبق نیست. اون وقت هست که خوف و ترس به طور کلی برطرف خواهد شد. نه ترس از مشرکین هست، از کفار هست، و نه ترس از منافقین هست. یعنی نفاق هم برچیده می شود از بین مردم. ولا یبدلنهم من بعد خوفهم امنا، ایمنی خواهد بود در مسئله دینداری. یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، مرا پرستش کنند در اون زمان و هیچ به شرک آمیخته نباشد عبادت و پرستش اونها. خب باز در گذشته هرگز نبوده است که زمانی باشد که دین مقدس و دینداری مردم آمیخته با شرک هرگز نباشد. دست کم شرک خفی هست در مردم، یعنی ریاکاری. در زمان امام زمان حتی ریا هم نخواهد بود. این قاطع حبائل الکذب والافتراء، رشته های دروغ رو امام زمان میبرد، یعنی دروغ در عالم معنا نخواهد داشت. پس ریاکاری نخواهد بود، نفاق نخواهد بود. حتی احیانا در اوائل ظهور اون حضرت ممکن است بعضی از افراد ریاکار به جایی رسیده باشند که در خدمت امام زمان خودشون رو قرار داده باشند. در روایت هست که امام زمان یک وقت توجه می کند و می فرماید این شخص رو بگیرید و گردن بزنید، و دیگه کسی جرأت نمی کند که با امام زمان از در نفاق و درویی وارد بشود. پس اون زمان ظهور حضرت بقیت الله است. این وعده الهی است از برای ظهور حضرت بقیت الله حجت ابن الحسن عجل الله تعالی فرجه الشریف. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. البته تفاسیر عامه غیر شیعه چند جور تفسیر کردن. بعضیشون گفتن که این مربوط به زمان ابی بکر است، با اینکه ما میبینیم که خود آیه کریمه تکذیب میکند، برای اینکه زمان ابی بکر مردم مسلمان هرگز به جایی نرسیدن که دین اونها به طور کامل اجرا بشود، به جایی نرسیدن که هرگز خوف و ترسی برای اونها نباشد، نه از داخل و نه از خارج. در دوران ابی بکر هرگز این خصوصیات و ویژگی ها از برای حکومت او نبوده است. بعضی از مفسرین عامه گفتن مربوط به دوران خلفای راشدین است، یعنی چهارگانه که عبارت باشن از تعبیر اونها ابوبکر و عمر و عثمان و امیرالمومنین علی علیه السلام. باز هم این مطلب کاملا بی اساس هست، برای اینکه در زمان هیچ یک از این 4 نفر این امور مصداق کامل پیدا ننمود. بنابراین در گذشته هرگز نبوده است
خیلی واضح و آشکار است. بعد هم در دورانهای بعدی، زمان حکومت بنی امیه، حکومت بنی العباس، حکومت‌های بعدی تا زمان ما چنین چیزی واقع نشده است. در این کتاب شریف المحجه 6 روایت در ذیل این آیه شریفه یاد شده است. این روایات به سندهای معتبری هست. روایت اول را از محمد ابن ابراهیم نعمانی در غیبت نعمانی به سند نقل فرموده است. ایشون شیخ نعمانی از شاگردان شیخ کلینی بوده است و کتاب شریف کافی رو همکاری داشته است با شیخ کلینی در تألیفش، لذا معروف شده است به کاتب نعمانی. ایشون کتاب غیبت را در 1085 سال پیش تألیف فرموده است. وقتی که بنده مراجعه کردم به تاریخ تألیف کتاب و حساب کردم 1085 سال پیش این کتاب تألیف شده. احادیث بسیار ارزشمندی دارد کتاب غیبت نعمانی. مکرر هم به فارسی ترجمه شده، یعنی به قلم‌های متعدد ترجمه شده است کتاب غیبت نعمانی. در این کتاب به سند نقل می کند. حالا سلسله سند رو نمیخوانم. آخرین فرد رجال سند ابو بصیر هست، از اصحاب برجسته امام صادق علیه السلام، از امام صادق. فی معنی قوله وعد الله الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنهم فی الارض کما استخلف الذین من قبلهم تا آخر آیه. قال نزلت فی القائم و اصحابه. این آیه حضرت فرمودن درباره امام عصر ارواحنا له الفدا، در حضرت مهدی و درباره اصحاب و یاران اون حضرت نازل شده است. روایت دیگر محمد ابن العباس رامیار که البته روایات او در کتاب تعویل الآیات الظاهره اونجا جمع آوری شده و این کتاب تعویل الآیات در این سالهای اخیر مکرر باز چاپ شده. بعضی از چاپ‌ها 2 جلدی هست، بعضی 1 جلدی هست. تحقیق‌های متعدد در قم منتشر شده است. روایات بسیار معتبری دارد درباره آیاتی که راجع به کل معصومین علیهم السلام است، از جمله راجع به وجود مقدس آقا امام زمان. روایت رو باز به سند نقل می کند از عبدالله ابن سنان. عبدالله ابن سنان از اصحاب اجماع هست، یعنی شخصیتی است که همه علمای شیعه اتفاق نظر دارند بر وثاقت او و علمیت او و عظمت او. شخصیت بسیار ارزشمندی است. ایشون نقل می کند وعد الله الذین آمنوا منکم از امام صادق علیه السلام. حضرت تا اینجا کما استخلف الذین من قبلهم قال نزلت فی علی ابن ابی طالب والائمه من ولده علیهم السلام. البته این منافات نداره با اون روایت قبلی یا روایات دیگر که این قسمت از آیه را امام صادق علیه السلام می‌فرماید درباره امیرالمؤمنین و فرزندان اون حضرت نازل شده است. یعنی مقصود از جهت مصداق صحیح این آیه از جهت مصداق امیرالمؤمنین و فرزندان اون حضرت هستند، چنون که اشاره کردم الذین آمنوا و عملوا الصالحات جز معصوم نشاید. یعنی در درجه اول اگر بشود به کسی به طور جدی بگوییم که ایمان دارد و عمل صالحات انجام میدهد، معصومین هستند. پس این جهت مصداقش ائمه معصومین علیهم السلام هستند که آخرین اونها حضرت بقیت الله. در دنبال آیه میفرماید حضرت ولا یمکنن لهم دینهم الذی ارتضی لهم تا آخر آیه. قال اونی به ظهور المهدی علیه السلام که باز نام مقدس قیام حضرت هست، ولی دیگه عرض شود که تکرار نمی کنم. و مقصود حضرت فرمودند ظهور امام زمان هست. روایت دیگر از امام زین العابدین علیه السلام هست که
باز به آیات دیگری که عنوان وعده در اونها آمده حضرت اشاره فرمودن فورب السماء والارض انه لحق مثل ما انکم تنطقون. حضرت فرمودن انه لحق قیام حضرت مهدی عجل الله فرجه الشریف است و فیه نزلت هذه الآیه، این آیه درباره اون حضرت نازل شده و آیه رو خوندن. ابن بابوی حدیث مفصلی دارد، شیخ صدوق رضوان الله علیه، قبر شریفشون در بین راه ری هست. البته اینا توضیح واضحات بعضیش، ولی حالا گاهی به نظرم میاد برای تجلیل از این بزرگان یه اشاره کرده باشم. شیخ ابن بابوی شیخ صدوق رضوان الله علیه اون عالم گران قدری که به دعای امام زمان به دنیا آمده و بعضی از کتابهاش رو به دستور حضرت تألیف فرموده، از جمله کتاب کمال الدین ایشون هست که به دستور امام زمان این کتاب رو تألیف فرموده. روایت مفصلی دارد از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل فرج. حضرت فرمودن این آیه درباره حضرت مهدی عجل الله فرجه الشریف است. به همین مقدار بنده اکتفا میکنم و امیدواریم خداوند متعال افکار ما و دلهای ما را به نور قرآن کریم و احادیث ائمه معصومین علیهم السلام روشن و منور بگرداند و همه ما را در زمره اصحاب و یاران وجود مقدس امام زمان ارواحنا له الفدا قرار بدهد. پروردگارا فرج امام زمان ما را تعجیل بفرما، ما را از یاران و منتظرین واقعی حضرتش قرار بده، قلب مقدسش را از ما راضی و خوشنود بگردان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم.